این روزا قند و شکر جزو جدایی ناپذیر سبد غذایی همه شده، جوری که حتی اگه مستقیما هم نخواین قند یا شکر استفاده کنید به صورت پنهان بالاخره تو غذاتون میاد. از اون طرف خب مضرات قند هم میدونید دیگه، از ارتباطش با چاقی و اضافه وزن بگیرید تا ارتباطش با حالا دیابت و برخی از سرطان ها. ولی وقتی میگردید به صورت دقیق متوجه نمیشید خب چقدر من قند یا شکر بخورم که مشکلی سلامتی نداشته باشم. توی این ویدیو دقیقاً میخوایم به این سوال پاسخ بدیم. فقط قبل از اینکه شروع کنیم باید یک تعریف رو خیلی دقیق جا بندازیم، اینکه فرق بین قند موجود در مواد غذایی یا اصطلاحاً قند طبیعی با قند اضافه شده یا ادد شوگر چیه. قند موجود در مواد غذایی مثل همون قند میوه است، میوه، قند سبزیجات، قند حالا موجود در برخی از غلات و اینها هست، چیزی بهش اضافه نشده، همون قندی هست که همراه هست با فیبر، همراه هست با ترکیبات ویتامین ها و ترکیبات دیگه، به صورت طبیعی در اون ماده غذایی وجود داره. از اون طرف قند اضافه شده که حالا به صورت صنعتی اغلب اضافه میشه، به صورت شکر حالا یا کورن سیراپ یا مثلا شربت ذرت یا ترکیبات دیگه به یک ماده غذایی مثل بستنی مثل آب نباتینا اضافه میشه. فقط یه نکته مهم اینجا مونه، این که اگر من قند طبیعی هم بیام اضافه کنم به یه ماده غذایی دیگه، اونم ادد شوگر حساب میشه و یه قند اضافه حساب میشه. به طور مثال یعنی اگه شما بیاین عسل رو اضافه کنین به چایتون، به شیرتون یا حالا به ماده غذایی دیگه، باید اونو به عنوان شکر دیگه در نظر بگیریم، نه اینکه عسل یه قند طبیعیه و مثلا حالا غلات منم یه قند طبیعیه، من دو تا رو با هم اضافه میکنم و مشکلی نداره. نه، اینجا مشکل دار میشه. خب بریم سراغ سوال اصلیمون، بالاخره چقدر قند بخوریم که مشکل نداشته باشه. انجمن غرب آمریکا پیشنهاد میکنه حداکثر 10% از کالری روزانه‌تون رو بذارین برای ادد شوگر یا همون قند اضافه شده، که حالا اگه بخوایم به صورت میانگین بگیم برای آقایون میشه هولوش 38 گرم یا 9 قاشق چای خوری و برای خانم ها میشه مثلا هولوش 25 گرم یا 6 قاشق چای خوری، که اگه فکر میکنید این مقدار خیلی زیادیه و شما اصلا اینو نمیخورید، شاید یه مثال بزنیم بد نباشه، یک لیوان نوشابه هولوش 8 قاشق چای خوری میتونه قند داشته باشه. و به طور کلی وقتی تو مطالعات مختلف اومدن اندازه‌گیری کردن، دیدن به صورت میانگین مصرف ما، حالا که رژیم غذاییمون هم یکم شبیه رژیم غربی هست، هولوش 78 گرم در روز که مقدار خیلی زیادی هست. از طرف دیگه مطالعات جدید اعتیاد به قند رو هم اثبات کردن، مثل اعتیاد به مواد مخدر. یعنی اگه کسانی باشن که عادت داشته باشن در طول روز حتما قند بخورن و حالا اون مواد قندی گیرشون نیاد، رفتارهای مشابه رفتار افرادی که حالا معتاد هستن انجام میدن، میگردن دنبال اینکه یه ماده قندی پیدا کنن، نباشه، استرس دارن و رفتارهای دیگه. و رو هم رفته همونجوری گفتیم قند میتونه خیلی مضرات داشته باشه که حالا اگه دوست داشتین در رابطه با مضرات کلی ادد شوگر ها ما میتونیم یه ویدیو جداگانه بسازیم که اگه دوست داشتین توی کامنت ها لطفا برامون بنویسید. فقط به صورت کلی راهکارهایی که میتونیم انجام بدیم که میزان قند دریافتیمون کمتر بشه، راهکارهایی هست این که شما سعی کنید تا جایی که میشه شیرینی ها، نوشیدنی های شیرین، مواد غذایی شکردار، اینا رو تا جایی که میتونید کمتر استفاده کنید. حتما لیبل خوانی کنید، سعی کنید برچسب های مواد غذایی بخونید و حتی تو برخی از مواد غذایی رژیمی که اومدن چربی ها رو هم کم کردن، حتما لیبل ها رو بخونید، چرا که میان چربی رو کم میکنن ولی از اون ور میان شکر رو اضافه میکنن. امیدوارم مطالبی که گفته شد به درتون خورده باشه.